سلام، امیدوارم صحت و سلامت هستید و دور از ویروس و بیماری. امروز درباره بی‌پروایی به صحت خود و نادیده گرفتن توصیه‌های طبیبان صحبت می‌کنیم و یک پول خطرناکی را می‌بینیم که سال‌های دراز تعمیر نشده است و مردم وقتی گذشتن از آن بسیار می‌ترسند. اگر شما نشانه‌های مثل سلفه و تبلرزه داشته باشید به بیمارخانه یا مرکزهای طبی رفتن لازم نیست. اول با تلفن کمک پرسید. همین ویدیوی رادیو آزادی که 8 راه ایمنی نگه داشتن از کرونا ویروس و کرانتینی درست را توصیه می‌دهد بحث زیادی را در اینستاگرام این هفته برانگیخت. بعضی همکاران ما را برای این کارشان آفرین گفتند و بعضی‌ها بسیار تنقید کردند. از جمله امید بویدک در اینستاگرام گفته است اگر کار نرویم شما پول ما را می‌دهید، در خانه بنشینیم که ما را سیر می‌کند. شما به نظرم این ویدیو را برای مردم اروپا آماده کرده اید. اما بسیاری ها برعکس افرادی را که گفتند رعایت کردن توصیه ها برای کرانتین مشکل است تنقید کردند. کاربری به نام علیم و سعادت نوشته است تا زمانی که بگویند در تاجیکستان یگان نفر از کرونا ویروس هلاک شد هیچ کس این را جدی قبول نمی کند. بعضی دیگر گفتند واقعا 8 توصیه که در نوار هست درست است و باید اجرا کرد، اما به قول بعضی نه همه می توانند این توصیه ها را رعایت کنند. دیرس تی جی در صفحه ما در اینستاگرام نوشته است بهترین نوار اما برای خلق ما نیست. خلق ما یک تن را چند نفر در یک طبق میخورند. دیگر در یک اتاق میگوید تاجیکان بیچاره بسیارش در یک خانه یک یا دو اتاقی 5 نفر زندگی میکنند. طاهر 7502 هم از مردم تاجیکستان خواسته است توصیه های طبیبان را اجرا کنند تا جان خود و دیگران را در خطر نیندازند. او چنین نوشته است اینها همش توصیه است از طرف سازمان جهانی تندرستی که تاجیکستان به آن گوش نمیکند. مثل ایتالیا، اسپانیا، لیکن بعد از یک روز از 500 تا 750 نفر میمیرند. همین دختر درست میگوید به مردم شوخی نکنید. واقعا ویدیوی 8 راه احتیاط در سایت azadi.org و صفحه رادیو آزادی در اینستاگرام هست که شما هم بتوانید تماشا کنید. حالا بعد دهه مهنت آباد ناحیه وخش می رویم که یک پل خطرناک دارد و به گفته ساکنانش 25 سال باز تعمیر نشده است. کاربری که ویدیو را به ما فرستاد گفت که پل 12 متری روی دریای قمسنگیر در چنین حال صدمه‌ای قرار دارد و نه همه جرأت می‌کنند از آن بگذرند. از این پل نقلیات زیادی به ناحیه‌های جلال الدین بلخی، جیهون، پنج، دوستی، قبادیان و شهر توز می‌روند. مؤلف ویدیو میگوید اگر پل به زودی تعمیر نشود ممکن است هلاکت پیش بیاید و انسان‌ها جان بدهند. شما هم ویدیو دارید یا عکس جالب یا خبر بر ما بفرستید با تلفنی که میبینید و از هر راهی که میخواهید، واتساپ، وایبر، تلگرام و یا ایما. خود را احتیاط کنید و تا دیدار در برنامه دیگر.